درود دوستان، نتیجه بوکسچیان تاجیک در چمپیونات جهان اوید با بوکس در دبی این بهترین نتیجه در تاریخ بوکس تاجیک می باشد، چون که این بار اول است که بوکسچیان تاجیک جای سوم و دوم را اشغال کردند. اکمل اوبایدوف در وزن 60 کیلو جای سوم و خسرو رحیموف در وزن 57 کیلو جای دوم. این بار اول است در تاریخ بوکس تاجیک و در لیگ IBA بود. IBA و ورزشگران مکافات پولی خوب هم گرفتند. اکمل اوبایدوف مکافات پولی در مقداری $75,000 آمریکایی و خسرو رحیموف با مقداری $150,000 آمریکایی مکافات پولی گرفتند. این برای بوکس، برای ورزشگران این خیلی خوب است. این نمیدونم، این خیلی کمک میکند که ورزشگر با در آینده بهتر تیاری بیند و با قله‌های بلند رسد. دوستان، اکمل اوباید و خسرو رحیموف رو در کامنتاریو تبریک کنید و دعا کنید که اونها در آینده قهرمان جهان هم شوند و قهرمان المپی. خیلی خوب ورزش کردند. فکر میکنم در فینال خسرو رحیموف با بوکسچی قزاق خیلی خوب ورزش کرد، اما متاسفانه دستی بوکسچی قزاق رو برداشتند و اکمل اوبایدوف باشد خیلی ضربه های قوی دارد، همیشه کوشش میکند نکداون یا نکاوت کند حریفش رو. در آینده فکر میکنم برای پروفی بوکس کردن اکمل اوبایدوف آینده خوب دارد. دوستان، یک بار دیگر اکمل اوبایدوف و خسرو رحیموف رو تبریک کنید، دعا کنید که اونها همین طور در آینده قهرمان شوند و پرچم تاجیکستان رو بالا بردارند. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد.